چجوری استایلمون مناسب همه جا باشه؟ با اسمارت کژوال. اسمارت کژوال چیه؟ ترکیبی از لباس‌های نیمه رسمی با آیتم‌های کژوال. آیتم‌های کژوال چیه؟ هر آیتمی که راحت و دم دست باشه، مثل تیشرت ساده، شومیز ساده، شلوار جین و یا کتونی. حالا اون لباس‌های نیمه رسمی کدومان؟ شلوار پارچه‌ای، شومیزها، لوفرها و یا شلوار جین‌های تیره. حالا الان چی بپوشم اصلا؟ یه چند تا مثال بزنم برات. مثلا پوشیدن شلوار جین تیره با شومیز ساده و یا تیشرت ساده. روی تیشرت هم میتونی یه بامبر جکت بپوشی و با کتونی مورد دلخواهت ست بکنی و یا شلوار و کفش کلاسیک با یه تیشرت ساده. دامن‌های میدی با شومیز و کفش‌های لوفر هم انتخاب خوبی هستن. بلیزرها یا همون کت‌های ساده با شلوار جین تیره، تیشرت ساده و یا یه شومیز ساده هم یه انتخاب بسیار بسیار عالی هستن.